نخست وزیر پاکستان گفته کشورش پاسخ قاطع به افغانستان در جنگ پسین میان دو کشور داده است. وزیر دفاع پاکستان اما میگوید اسلام آباد حاضر است بار دیگر با پادرمیانی ترکیه و قطر پای میز مذاکره با افغانستان بنشیند. خواجه آصف در حالی دست به دامان میانجی ها شده که کشورش خود مذاکره را ترک کرد و به قول امارت اسلامی خواستهای غیر معقول داشت. چه شد که پاکستان تن به مذاکره داد؟ کی اسلام آباد را وادار به گفتگو کرد و چرا؟ دو دستگی در سیاستگذاری های پاکستان از کجا آب میخورد؟ سلام، به مجموعه خبری تحلیلی 10 شب از تلویزیون جهانی 1 خوش آمدید. من احمد شاه شکومن هستم و این مهم را به بحث میگیرم با جلال الدین یادگار، آگاه روابط بین الملل. سلام آقای یادگار، ممنون که فرصت دادین. از اینجا شروع کنیم. پاکستانی ها میز مذاکره را ترک کردن. چرا ترک کردن و چرا برمیگردن؟ کی واقعا وادارشان کرده؟ با تشکر، سلامت باشین. اجازه بدین که خدمت شما و همکاران تکنیکی شما و همه بینندگان محترمی که همکنون ما را بیننده هستند سلام و احترامات گرم خدا تقدیم بکنم. خب ببینید، در طی چند دوره اخیری که مذاکرات در میان افغانستان و پاکستان صورت گرفت، یک مسئله کاملا مشخص بود و مقامات پاکستانی که در واقع هم در استانبول و هم در قطر حضور پیدا کرده بودند و اینها گرچه که اینها میگفتند که استقلالیت تام در خصوص مسئله تصمیم گیری این موضوع دارن، منتها تصمیم آنچنانی یا میشه گفت که استقلالیت آنچنانی در خصوص حل فصل این موضوع نداشتن. به همین مسئله باعث ازی شد که به این مذاکرات با بنبست رسید. شما مثلا واقف هستید و اشراف کنید جناب شکومن صاحب عزیز که مثلا آقای ساغدار چند قبل با کابل آمد و در آنجا خودش اظهار کرد که ما یه سری موارد را با مقامات افغانستانی در واقع توافق کردیم و قرار است که اینها اجرایی بشه. اما وقتی که ایشون در پاکستان تشریف بردن با یه سری مقامات دیگر، رئیس شاهنشاه و یا مثلا وزیر دفاع و اینها این موضوع را در میان گذاشتن، از اینکه تفاهمی در میان گفتگوی از اینها در میان روابط از اینها وجود نداشت و اینا نتونست که به این موضوع در واقع به یک نتیجه برسن و این موضوع باعث شد که مثلا این مقامات از اینها پشت میز مذاکره سری موارد را در واقع مطرح می‌کردن. از یک طرف می‌دیدید که این مسئله از پاکستان چیز دیگری گفته میشد. به همین لحاظ بود که این موضوع به جایی نرسید. در واقع ما شاهد هستیم. آقای یادگار، بس هم اینجاست که مشخصاً چرا دو دستگی در دستگاه دیپلماسی و ساختار نظامی پاکستان واقعاً آفتابی است و چرا سیاست یک دست ندارن؟ خواست اصلی کسانی که مانع اصلی رابطه کابل اسلام آباد است چی است؟ ببینید، من فکر میکنم که مشکل اصلی و اساسی در میان حکومت و آیسای هست و اونها با هم دیگر تفاهم ندارن. یک تصمیم را مثلا آیسای میگیره، یک تصمیم را در واقع حکومت مرکزی و نخست وزیر و وزیر خارجه و اینها میگیره. علت اصلی که اینها نتوانستن به تفاهم برسن هم همین موضوع هست. موضوع مسئله تی تی پی که یکی از موارد بسیار مهمی که از سوی پاکستان مطرح میشه، گویا اینکه این در خاک افغانستان هست و تعدیل از سوی خاک افغانستان بر علیه پاکستان مطرح هست. در خصوص همین مسئله هم که شما می‌بینید گاهن یه سری موارد رد و بدل میشه، تفاهمی در میان از اینها وجود نداره، چون یک سری کسایی هستن که در رأس خصوصا در آیسا اینها خاطری از این نیستن که مثلا تی تی پی از بین بره. اما از یک طرف بعضی از اشخاصی که می‌بینید در واقع اینها سعی می‌کنن که تی تی پی را مهار بسازن. چرا باید یک تعداد مشخص که شما یاد کردین کیها هستن و چرا مانع از بین رفتن تی تی پی نمیشن؟ چرا میخواین واقعا تی تی پی وجود داشته باشه؟ بله ببینید، من فکر میکنم که خیلی نیاز نباشه که من مشخصا نام بگیرم که چی کسی در پشت این پرده هست که نمیخواد که تی تی پی مهار شه و چی کسی خواستاری از این هست که تی تی پی از بین بره. مثلا ما به عنوان مثال عرض میکنم خدمت شما، تی تی پی در سال 2007 ایجاد شده. درست. و ما امروز در سال 2025 قرار داریم که چی تفاوت زمانی بسیار زیادی هست. چرا مثلا در سال 2010 2014 2013 که تی تی پی عملیات گسترده‌ای بر علیه پاکستان داشت، چرا در آن زمان تی تی پی موضوعیت پیدا نمی‌کرد؟ در آن زمان سوال اینجا خلق میشه که امروز پاکستان در طی 4 سال اخیر است که موضوع تی تی پی را در میان کشیده که افغانستان را متهم میکنه. حالا سوال اینجا مطرح است که در طی 4 سال اخیر یا قبل از آن چی کسی در پشت پرده بوده که از تی تی پی حمایت میکرده و اینها عملاتی را در واقع علیه حکومت مرکزی پاکستان سازماندهی میکردن. و علت اصلی این موضوع این است که تی تی پی و عملا از سوی خودی از اینها، از سوی یک تعدادی از اینها حمایت میشه. چرا حمایت میشه؟ به خاطر طرد و حذف یک سری از افراد. اونها کسایی که در رأس هستن و نمیخواین که با اونها در واقع کار بکنن، با اونها تفاهم داشته باشن و اینها از این گروه یا از تحریک طالبان پاکستانی با اونها که
سیاسی در خود بسیار تشکر. خصوص حذف طرد اونها استفاده میکنه. علت اصلی و اساسی هست. بسیار تشکر. آقای یادگار، حال حاضر صحبت‌هایی از نخست وزیر پاکستان شنیدیم که گفت در جنگ پسین میان کابل اسلام آباد در واقع پاسخ دندان شکن به طرف افغانستان داده. یک مورد دیگه که خواجه آصف آمد و صحبت‌هایی کرد، گفت که اگر میانجی ها پیشنهاد بکنن که حالا ترکیه و قطر میتونن باشن، پاکستان حاضر است یک بار دیگه با افغانستان پای میز مذاکره بنشینه. بحث تی تی پی را شما یادآوری کردین. حالا تی تی پی به عنوان یک چالش اصلی میان افغانستان پاکستان وجود دارد. دو طرف در این نقطه مشترک و نظر متحد ندارند. به هر حال با وجود تی تی پی، با وجود صحبت‌های تهدیدآمیز حالا نخست وزیر پاکستان و وزیر دفاع پاکستان که گفته آماده هستند، فکر میکنین با وجود حل نشدن چالش تی تی پی این مذاکرات اگر از سر گرفته شود بار دیگر نتیجه بخش است؟ ببینید، شما عرض میکنید که تی تی پی به عنوان یک چالش بسیار مهم در میان این دو کشور هست، اما اعتقاد من چیز دیگری هست. تی تی پی به عنوان یک ابزار و یک روایتی است که در میز مذاکره مطرح شده و پاکستان اساساً به دنبال این موضوع نیست. پاکستان به دنبال چیز دیگری هست. شما مثلا ریشه اختلافات پاکستان و افغانستان رو ببینید، اختلافات اینها به امروز دیروز بر نمیگرده. این اختلافات تاریخی است. اساساً پاکستان میخواهد تی تی پی به عنوان یک ابزار بسیار قوی و قدرتمند در خصوص بی‌ثباتی سیاسی و در واقع نظامی و اقتصادی افغانستان استفاده بکنه. پاکستان تقریبا حدود 4 سال است که سعی میکنه که یک ائتلاف جهانی رو علیه افغانستان شکل بده تا اینکه افغانستان به یک بحران دیگر مواجه بشه. من فکر نمی کنم که حالا مسئله تی تی پی آنقدر مسئله محرز باشه. این را هم من میدونم، هم شما میدونید، هم مردم افغانستان، هم مردم پاکستان و کل جهانیان این مسئله رو میدونه که تی تی پی اصلا هیچ نوع ربطی به افغانستان نیست. این یک موضوع داخلی هست. حالا خود افغانستان امروز دچار مشکلات متعددی است. کجا آنقدر قدرت پیدا کرد که در واقع بیا امروز از تی تی پی حمایت بکنه، اینها را تجهیز بکنه، تسهیل بکنه بر علیه پاکستان که اینها هیچ نوع مشکل نداشتن. امروز که امارات شما میبینید عملا مقامات حکومت سرپرست این مسئله رو اعلام کردن که ما با هیچ کشوری مشکلی نداریم، حتی با پاکستان، اما این پاکستان هست که با ما مشکل داره. سوال اساسی اینجا هست. حالا اون مشکلات اساسی که شما گفتین جدا از بحث تی تی پی هست، کدام ها هستند و اگر هستند با اون مشکل هایی که شما فکر میکنین، آیا تنش‌ها میان کابل اسلام آباد و این تنش‌های چندین ساله و که تا 70 چند سال میشه قابل حل است؟ خب ببینید، اعتقادی من این است که جنگ و درگیری راه حل نیست. بله. اگر پاکستان به دنبال این باشه که در واقع بخواد افغانستان را بی‌ثبات بسازه و مثل که در گذشته افغانستان را به عنوان یک منبع واحداتی برای خود قرار داده بود، از این جهت در واقع به یک شکل منابع واحداتی خود را تأمین میکرد، اگر امروز هم پاکستان به اون عقیده باشه، من فکر میکنم که این موضوع یک موضوع خواب و خیال هست که هیچگاه تحقق پیدا نمیکنه و نخواهند کرد. بنابراین موضوع تی تی پی در واقع همونطور که عرض کردم یک موضوع روایتی هست. اساساً پاکستان به دنبال بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی و امنیتی افغانستان است که میخواهد در واقع دوباره افغانستان را به یک بحران عمیق فرو ببره تا اینکه بتونه یک منبع واحداتی از این طریق به دست بیاره. امروز پاکستان دچار مشکلات متعددی هست. شما می‌بینید که پاکستان نه تنها با تی تی پی مشکل داره، با بالچا مشکل داره، با مردم خودش مشکل داره، با مقامات اینها با همدیگر تفاهم ندارن. امروز شما عمران خان می‌بینید که در زندان هست. مشکلات پاکستان امروز در سطح بسیار بزرگی است. هم از جهت مسائل مالی و اقتصادی امروز پاکستان دچار چالش‌های به شدت جدی هست و پاکستان سعی می‌کنه که به یک نوع یک منبع واحداتی برای خود پیدا بکنه. چرا؟ به چه دلیل؟ امروز پاکستان مثلا میلیاردها دلار از بانک جهانی از صندوق بین‌الملل اینا وام برداشت قرضدار هست. یک سال میره از صندوق جهانی، سال میره از عربستان سعودی، یک سال دیگه هم از آمریکا این منبع را تامین میکنه. یک سال میره در واقع از عربستان میگیره با بانک جهانی، بانک جهانی میگیره به عربستان. پاکستان به دنبال این هست. اما میخوام نکته را تاکید بکنم که جنگ و درگیری به سود هیچ کشور نیست، نه به سود افغانستان است و نه هم به سود در واقع پاکستان هست. و ما امیدوار هستیم که موضوع و تنش‌هایی که در طی چند روز اخیر به میان آمده این موضوع از طریق گفتگو، از طریق تفاهم و میز مذاکره حل شود. بسیار تشکر. حالا فکر میکنین که پاکستانی ها به خاطر به دست آوردن منابع عایداتی دیگر دنبال
تنش‌زایی در منطقه هستند و بی‌ثبات کردن افغانستان. با این حساب امارات اسلامی افغانستان باید چه کار بکنه تا بتونه ثبات را در افغانستان حفظ بکنه و مشکلش با پاکستان حل کرده بتونه؟ خب ببینید، تنها گزینه‌ای که میتونه این مسئله رو به صورت مسالمت آمیز، اگر بحث مذاکرات اینها با بنبست رسید و مقامات افغانستان نتوانست در میز مذاکره با مقامات پاکستانی به تفاهم برسه و نیاز است که مقامات افغانستانی این موضوع را به شورای امنیت ارجاع بدن و شورای امنیت که رسالت حفظ اصول و تامین امنیت بین‌المللی داره و اونها وارد عمل شوند، همچنان دیوان بین‌المللی دادگستری و ICJ که اونها رسالت داره به اختلافات کشورها رسیدگی بکنه. من فکر میکنم که این موضوع از طریق نهادهای بین‌المللی اگر رسیدگی شو و بررسی شو، فکر میکنم که ما به فرصت به نتیجه میرسیم. پاکستان یک دولتی هست که حالا در سازمان ملل عضویت داره. امارات اسلامی هنوز به رسمیت شناخته نشده و آیا فکر میکنین این محتمل است که با توجه به اینکه آمریکایی هم لابی خوب به خاطر پاکستانیا در سازمان ملل میتونن باشن، فکر میکنین دست افغانستان بلند خواد باشه در این میان که جهان را بر ضد پاکستان و خواستای نامشروع پاکستان متحد بسازه؟ خب ببینید، الان بحث حکومت سرپرست، حالا و حرف شما کاملا درست هست، این موضوع مطرح هست که الان حکومت سرپرست افغانستان از سوی سازمان ملل متحد و کشورها به رسمیت شناخته نیست، ولی منتها افغانستان، ملت افغانستان امروز در واقع در سازمان ملل متحد اینها عضویت دارند و ملل متحد نباید در خصوص مسئله افغانستان اونها بی توجه باشند. موضوع این نیست که مثلا اگر یک کشوری به رسمیت شناخته باشه حتما شورای امنیت به اونجا اقدام بکنه، اگر به رسمیت شناخته نباشه اقدام نکنه. رسالت شورای امنیت به عنوان یک نهاد بین المللی که رسالتش حفظ اصول و تامین امنیت بین المللی هست بایستی به این موضوع در واقع ورود پیدا بکنه، این موضوع رو بررسی بکنه. بسیار تشکر آقای یادگار. کوتاه لطفاً در این مورد جنبندی تا می داشته باشیم که با توجه به خواست دو طرف برای از سرگیری مذاکرات و اون هیئتی که از ترکیه آمده به پاکستان به خاطر دوباره از تلاش به خاطر از سرگیری مذاکرات، آیا مذاکرات دیگر در راه خواهد بود و اگر بود آیا به سمت صلح میریم و یا افزایش تنش‌ها؟ خب ببینید، ما امیدوار هستیم که مذاکراتی که در دور بعدی برگزار میشه و این مذاکرات نتیجه ملموس خود را داشته باشه. من همونطوری که در گذشته هم عرض کردم، مسئله درگیری و جنگ این یک موضوعی نیست که به سود پاکستان باشه و به زیان افغانستان و در این میان هر دو کشور در واقع متضرر میشن، هم از بود امنیتی و هم از بود سیاسی. و ما امیدوار هستیم که این موضوع را اینها بتونن از طریق میز مذاکره، از طریق تفاهم حل و فصل بکنن. این که اگر ما موضوعگیری داشته باشیم و تنش بکنیم و درگیری با هم دیگر داشته باشیم، قطعا هم بی‌ثباتی در پاکستان شکل میگیره که شما میدانید و همه روزه در واقع در جریان هستید که تنش‌های امنیتی و سیاسی روز به روز در پاکستان بیشتر میشه و در افغانستان هم به همین شکل. اگر این موضوع تداوم پیدا بکنه قطعا هم به ضرر هر دو کشور خواهد بود. بسیار تشکر جلال الدین یادگار، آگاه روابط بین الملل، از حضورتان در برنامه امشب ما. نریندرا مودی نخست وزیر هند هشدار داده که عاملان حمله شب گذشته در دهلی نو سخت مجازات خواهند شد و توطئه کنندگان نیز در امان نخواهند ماند. شام دیروز در نتیجه انفجار یک موتر پر از مواد انفجاری در نزدیکی قلعه سرخ در دهلی نو 8 تن کشته شدند و نزدیک به 20 تن دیگر زخمی شده اند. این در حالی است که امروز سه‌شنبه انفجار نیرومند در اسلام آباد پاکستان رخ داد و در پی آن 12 تن کشته و بیش از 20 تن دیگر زخم برداشتند. بلال آریان شرح بیشتر. شام روز گذشته یکی از بخش‌های مهم و پرازدحام و یک سایه گردشگری در دهلی نو با یک موتر پر از مواد انفجاری آماج حمله قرار گرفت. در نتیجه این رویداد که در نزدیکی قلعه سرخ در دهلی نو رخ داد، 8 تن کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد واکنش‌های تندی را به همراه داشته است. نریندرا مودی نخست وزیر هند هشدار داده که عاملان این حمله را مجازات خواهد کرد و توطئه کنندگان نیز در امان نخواهد ماند. बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने حادثه وحشتناک که دیروز عصر در دهلی نو رخ داد همه را عمیقاً متأثر کرده است.
من دیشب با تمام سازمان‌هایی که در حال بررسی این حادثه هستند در تماس بودم. سازمان‌های ما بر ریشه این توطئه خواهند رسید. توطئه‌گران پشت این ماجرا در امان نخواهند بود، اما عاملان به دست عدالت سپرده خواهند شد. این رویداد درست هنگامی رخ داده است که پلیس ایالت جامو و کشمیر در همکاری با دیگر نهادهای امنیتی روز دوشنبه از شناسایی یک شبکه هراس افغان وابسته به گروه‌های جیش محمد و انصار غزوة الهند خبر داده بودند. در این میان مقام‌های امنیتی هند گفتند که لشکر طیبه مسئولیت این حمله را پذیرفته است و حکومت هند نیز این رویداد را یک حمله هراس افغانانه اعلام کرده است. همزمان نیروهای امنیتی هند از بازداشت 3 داعشی در بخش‌های گوناگون ایالت گجرات خبر دادند و گفتند که این افراد قصد حمله بیولوژیکی و شیمیایی را در چندین شهر هند داشتند. با این همه امیت شاه وزیر داخلی هند میگوید और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जाएगी. ما در حال بررسی همه احتمال ها هستیم و با در نظر گرفتن همه احتمال ها این موضوع به گونه کامل بررسی خواهد شد و نتیجه تحقیقات هرچی باشد آن را به اطلاع عموم خواهیم رساند. دهلی نو همواره اسلام آباد را به دست داشتن در حمله‌های هراس افغانانه در هند متهم کرده است. این در حالی است که انفجار نیرومند در شهر اسلام آباد پاکستان در یک پارکینگ محکمه نیز صورت گرفته که در پی این انفجار 12 تن کشته 20 تن دیگر زخم برداشتند، اما منابع استخباراتی پاکستان این رویداد را به عنوان حمله تروریستی بررسی می‌کنند. و بیننده های عزیز به همین ترتیب رسیدیم به پایان مجموعه خبری ساعت 10 شب از تلویزیون جهانی 1. از توجه و همراهی شما سپاسگزار. وقتتان بخیر و خدا نگهدار.